خب من یه آپدیت بدم از حرکت طلایی که دیروز پیشبینی صعودش رو انجام دادیم. تقریبا من روی نقطه سیگنال ورود رو داشتم و تا الان میبینیم که قیمت تا اینجا اومده بالا. یه چیزی حدود 3.5% رشد طلای جهانی رو با هم داشتیم. من خودم طلای داخل رو تو این محدوده خریداری کردم و حالا سیو سودی که میخوام انجام بدم میشه رو محدوده باکس قرمز رنگی که اینجا هست، میشه حدود $4070. عرض به خدمتتون به خاطر جلسه بانک مرکزی امروز آمریکا میتونه همچنان این روند صعودی ادامه دار باشه تا خودش رو تا این محدوده برسونه. این استوری رو برای کسایی گرفتم که حالا این معامله بایی رو انجام دادن، خرید طلا رو داشتن و تا این محدوده ها میتونن باهاش همراهی کنن و اینجا سودشون رو سیو کنن. محدوده $4070 طلا.